بالاخره همستر لیست شد داخل صرافی. ببینم 1 میلیون همستر میشه چقدر؟ 1 2 3 4 5 6 1 میلیون همستر. واو، $103. واو، مگه میشه؟ از همین الان شما میتونید برید این ارز، این توکن خفن رو پیش خرید بکنید. واو، این خبر واقعا خفنی میتونه باشه. اگه یادتون باشه توی نات کوین هر 1000 تاش تقریبا میشد $17. البته 3 تا 0 کم میکردیم، ولی توی همستر این اصلا نمیتونم واقعا بهش فکر نکنم، از بس خبرش خفنه. یه قیمت خیلی خیلی بالاتر از نات کوین لیست شده. واو. حالا بریم داخل صرافی با هم خواهیم دید. گفتم این خبر بمبو واسهتون به اشتراک بذارم و همینطور یه بررسی خیلی خیلی ریزی داشته باشیم، اصلا ببینیم موضوع چیه. این چیز رو باید نصب بکنی، این به قول معروف تون کیپر رو باید نصبش بکنی. واسه نصبش هم خیلی خیلی راحته، چون 100% ارز این ایدراپ همستر میره روی تون کیپر. اینجا سرچ میکنی. حالا بعضی هم میگن نه این تون کیپر فیکه و نه بچه ها فیک نیست. سرچ کن تون کیپر، میبینی این عکس لوگوش هست. اینو حتما باید نصبش بکنی. نصبش هم که کردی میری داخلش حسابتو اوکی میکنی و یه عدد 12 رقمی هم هست داخلش. اونم حتما اسکرین شات بگیر پیش خودت نگه دار. این تو ذهنت باشه، خیلی واجبه ها. حتما اسکرین شات بگیر نگه دار پیش خودت. بعد از اینکه نصبش کردی، حالا میخوایم بریم سراغ این خبر خفنمون، ببینیم داخل کدوم صرافی واقعا لیست شده. باز میکنی تون کیپر رو بازش میکنی. خب خیلی خیلی ریلکس. بازش که کردی میبینی الان تون کیپر منه تقریبا 47 سنت حالا توکن، حالا یعنی کمتر از نیم توکن من دارم داخل کیف ولتم، از ولت تون کیپر. حالا کاری به این نداریم. پایینش 3 تا گزینه هست. آخری گزینه بروسر. خب بروسر ها، روی این میزنید، میاید پایین. با این گزینه کار داریم که عکس لوگوش زرد رنگه، یه مکعب زرد رنگه، دیدوست، حالا اگه اشتباه نخونم. روی این میزنید، میذارید این باز بشه. میبینی این صرافیه که اومده همستر رو لیست کرده. حالا این گزینه رو میزنید SW اپ. خب اینو که بزنید میزنیم روی تون، اینجا میبینی، و اینجا میگردیم عکس میگم اسم همستر رو سرچ میکنیم. نمیخواد اسم همستر رو سرچ کنی، بنویس HAM، این خود همستر میاد بالا. الان میبینی دومی گزینه، واو، استاتام، عکس جیسون استاتام هم لوگو اولیه. خب لوگو دومی میبینید زده همستر، روش میزنید. پایینش گزینه پایینی میایید تون رو انتخاب میکنیم. خب تون رو اینجا انتخاب کردیم. حالا ما میخوایم مثلا 1 میلیون همستر رو اینجا بنویسیم، ببینیم اینا که 1 میلیون همستر دارن چقدر داخل این صرافی لیست قیمت گذاری شده. قیمت چقدر؟ ما می‌نویسیم 1 میلیون. 1 2 3 0 4 5 6 تا 0. واو، الان سمت راستش می‌بینید دارم روش میذارم. دقیقاً سمت راست همین 1 میلیون که نوشته مساوی $103. واو، $103 1 میلیون به قول معروف همستر داشته باشی $103 ارزش داره. $103 هم تقریبا میخوای حساب کنی. حالا ما $100 که حساب کنیم میشه چقدر؟ حساب بکن با ماشین حساب. 100 تا 60,000 تومان میشه چقدر؟ واو، چقدر ارزشمند. $103 هر 1 میلیون همستر، یعنی سکش هر 1 میلیون سکه همستر $103 قیمت گذاری شده روی این صرافی غیر متمرکز که داخل چیزم هست، تون کیپر هم هست. واو، تون کیپر هم که دیگه میدونی یکی از بهترین ولت های با ارزش دنیا هست. خب این قیمت گذاری بود که من گفتم واسهتون به اشتراک بذارم داخل این ویدیو. دیگه همه چیشم با هم کامل دیدیم، کاملا هیچ فیک و پیک اینایی هم نیست. قیمت گذاری که تازه به قول معروف اومده بیرون، منم گفتم واسهتون سریع و سه به اشتراک بذارم و این خیلی خبر خوبی هست. لایک یادتون نره، حتما کانال سابسکرایب کنید و اون زنگولش هم بزنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، فعلا.